سلام با عرضوی گلی انگور پروری. امروز هفته مای 2024 سال. نیهول در دست ویجور می باشد. نیهول انگور. نگاه کنید که یک چشمک ریشه گرفته، یک چشمک بالا افزایش کرده، یک چشمک 15 سانتی ویجور. این نیهول در زمین بود، در طبق بود، نتیجه بیاگون شد. در طبقای مایده بود، این طبقای کوچیک‌ها میشونه. در روزی ریشه یک 50 سانتی متر راست. بعدا این همی نوده که بود، نوده یک ساله 1 متر زیاد بود. بسیاری هم خد میپرسن تکرار به تکرار گام میزنیم با چینا میکنم. یک چشمک میمونیم، یک گلازوب، یک بگون تمام ریشه میکنم. این ریشه نکیم دو طبقه که تمام میگذاریم. ریشه بسیار هم در دور نیست. دیدین؟ دونه بچین شد. نمیخواد؟ 1 2 3 4 5 6 تا ریشه به خواه داره. 6 تا ریشه به خواه. و این چیزان بیا بگوز. این طرز کتی میشونه. نیهولی که در طبق تیار میشه تمام نتیجه دیگر داره. بینید که نیم متر ریشه داره. نرخ نواشا مثال فرقی داره. تیراموه کسی که خوشمان میتواند از ما دسترس کنه. نیهولی ویلیور. این نیهول 2 ساله میشه تیراموه. سلامت بشه.